بشارت آماده مبارزه است. فردا شب در یکی از حساس‌ترین رقابت‌های UFC ستاره افغانستان فرید بشارت به قفس می رود. تا ساعات دیگر مراسم وزنکشی و آخرین رویارویی او با رقیب امریکاییش کریس بوترز برگزار می شود. این لحظه ها همیشه پر از هیجان است، جایی که چشم ها در چشم هم دوخته می شود و هر حرکت نشانه از فردای نبرد بزرگ است. فرید بشارت با تمام امیدهای یک ملت پشت سرش قدم به میدان میگذارد. او نه تنها برای پیروزی شخصی که برای پرچم افغانستان و برای همه جوانانی که رویای قهرمانی در دل دارند می جنگد. یادتان نرود این مبارزه ساعت 2 بامداد روز یک شنبه و وقت کابل افغانستان شروع می شود. تاریخ ساخته می شود و ما همه شاهد آن خواهیم بود.